با سلام و خسته نباشید. دوربین جلوش. از این به بعد با ما فارسی صحبت کنید. ما را در یوتیوب دنبال کنید. واو آقا ما اومدیم، دقیقا نمیدونم لوکیشن کجاست ولی خیلی قشنگه. آقا زی کجاییم؟ ما اومدیم که مجموعه گردشگری طبیعتگردی زیبای گوربند. البته من اولین باریه که میام گوربند. منم همینطور. انصافا جای قشنگیه. شیرچای درست کنیم اول. بله. موقع شیرچای بزنیم. دو مرد جوان در یک قاب. علیه علی خود گاز فندک هست با اونا شارژ میشه. اما در خونه رو بستیم؟ در خونه مونم پشت درون انداختیننه. خب شاید بعدها خودم رو نشون بدم اگه مردم ما رو سابسکرایب کنن و لایک کنن شاید من بیام جلوی دوربین. کیا دوست دارن منو ببینن؟ آره. لایک کنن. یه چمنزار زیبا، منطقه بسیار بکر و عالی و خیلی با آب و هوای بسیار خنک. زیر درخت شاتوت هم هستیم ها. نگاه چرا فصل تیکه بشه میایم و درخت بنه داره اینجا، درخت شاتوت داره اینجا. پای دوربین و میزمون اینجا هم قراره بشینیم کارامونو بکنیم. این هم وسایل پخت و پز و غذامونه. این هم آوردیم برای که روش بشینیم. خب بریم ادامه ماجرا. خب ما اینجا تو این مرحله البته شیر چای دو مدل درست کردنشه. یه مدل چایی رو خب درست میکنن جدا، شیرم جداه. خب آره. شیر رو میریزن تو چای، اون میشه شیر چای. اینی که ما درست میکنیم در اصل دودپتیه، یعنی شما کدومو دوست داری؟ من دودپتی خیلی خوش میگذره بهتون. عالیه. دارم نگاه میکنم نگاه مثلا کلاس آموزشی. الان این چیه؟ این چایه. کله مورچه‌ای بهش میگه. چای دودپتی آره ریزه. خب معمولا از هر چایی میشه استفاده کرد. بعد سبک دودپتی هم خودش یه عده میان توش زنجبیل میریزن، یه عده میان توش دارچین میریزن. من حساسیت دارم. نه نداریم. خودشه. نه اون چیز میزا نمیریزن. خب الان چایی رفت. یه چند دقیقه یه قول ریزی بخوره. خیلی گازمون کیوته. Hayat şaşırtır zaten ben gittim ben giderken. عزیز آدرس ما رو باید داشته باشید. نشاد میوزیک سنتر شهر کویتار. ما کمرباری گرفتیم. آره. کمرباری که من شام تاریک من بیا به نزدیک من. یه سبد خوشگل آوردیم برای نامون. به به. وای چقدر نازه. نون گرفتین اصلا؟ بله. یعنی آقای مسافر مجهز 100 امتیاز. آخه مسافر مجهز چیه؟ یه روز 2 روز درگیریم ما. خانم مولا اینجا رو بگیر. این چیه؟ جی چی میتونه باشه؟ موزه ماما موز. چه خوشگله. خیلی خوش رنگه. سبز لاماریه. خودش خوشگله. واقعا نازه. اینجاست که میگم واو. این خیلی خوشگله. اینجا رو کار دیگه میده بچه. وای بچه ها اصلا واو خیلی خوشگله. من یادم باشه برای خودم از اینا تهیه کنم. داره جوش میاد. بعد باید تو شیر رو بریزیم. روی چی نشستی آقای مسافر؟ به خدا من خودم هم دوست ندارم، این مخالفم با اینا. این پوست بزه. ناراحت شدم واقعا آره. حتی هرچند که ما خودمون کارمون کلا از بیخوبان ما داریم با حیوونا مشکل سر و کله میزنیم، ولی
پوست کار نمیکنه. کاش پوست بره میگرفت. وای ناراحت شدم. کاش نمیدیدم روش نشستی. بیا اینجا ببین. ایده بچن واو رنگ داخلشو ببین. چی بهش میگه این یه نارنجی خاصیه. کهربایی. نه نارنجی شیرچایی. نه یه چیز خاصی داره. همه شو ریختین؟ همش لازم بود. شما دستتون ضد آیر داره. ضد داغیه. نایس. خب ما درشو میذاریم باید به جوش بیاد. به همین صورت. آره چند دقیقه باید به جوش بیاد؟ دیگه باید حواسمون باشه. خب حواسمون؟ آره حواسمون باشه. ایده بچار که البته اینو بعد وقتی توی کتری بزرگ میذارم. ما از نوادگان ناصرالدین شاه هستیم. یه دقیقه باید به درود بر عالی جناب. این ناصرالدین شاه؟ آره. یا مظفرالدین شاه؟ این کیه؟ این مهم نیست، بابای منه. بچه تو کامنت ها بگین این کیه. بابای شما اینجا چی کار میکنه؟ من در صحنه جنگم. میگه آنباکس دیگه دارین اینجا. سرسال از سورپرایز می‌بایه. آیه شما این آنباکسش. بسیار عالی. یک کار دیگه داریم دوستان خرید این چیه آوردین؟ وای 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 چه خوشگله. این چیه؟ این چیه؟ اگه گفتین روغنی برای چرب کردن. آفرین. چرب کردنه؟ چرب کردن ظروف چوبیمون. واو چه نکات مهمی. آره ما بعد از هر پخت و پز باید حتما اینو که میشوریم یه پنبه رو آغشته کنیم با این روغن روی این بزنیم که خراب نکنه چوبه. و فکر میکنم چوب گردو هم باشه اگه شما نکنم. قیمتش هم دیگه هم چیزی داریم دیگه که بخوایم سورپرایز کنیم. این وای خدای بزرگ. ما از زمان مقدونی اومدیم. دیدیم نه این فکر کنم چیز نقش و نگارهای تخت جمشید باشه. حتما این شما این هم خانواده. بعد خیلی جالبه. این خیلی برام جالبه ها. این طرح پایینش نگاه. این چیه؟ اصلا یه نمادشه. یه نماد جالبه. خسر کوروشه. این چقدر ترسناکه. آره اصلا مشخصی. من فکر اصلا فبر باشه. خب در صورتی که این نماد خود زرتشت فکر میکنم بالا باشه. حالا باز بچه‌ها توی کامنت ها میگن که اونایی که آثار باستانی خوندن، اونایی که تاریخ خوندن میگن من اینو ندیدم جایی. این حالا اصلا یه گربه چیه؟ ناراحته. شاخی داره. آره. حالا پیشی منه با میاو. به نکنه بیاو. بیاو. دخترانو جان. چکی. بریم داوغانستان. آمدم ای بخار آمدم میرم لالا آمدم میرم لالا آمدم قرآن خراب شد. این چرا آماده نمیشه؟ با جوش بیاد دیگه. 2 hours later. سلام. بیا من از این چیزای لباست خیلی خوشم اومده چون محدودیت تصویر داری. وای من عاشق این لباسام. بچه شما خیلی خوشگلین. حیف که نمیشه توی ویدیو باشین. آی مسافر حالا اینا تو ویدیو میاد. مسافر شهر غمی غریبی مثل خودمی. یعنی چی؟ به شما نباید دل ببنده نه؟ 6 hours later. آقا این چرا آماده نمیشه؟ من دیگه انتظارم به سر رسید. بعد از اینکه دوستپتی رو بخوریم که همون چای محلی منطقه ماست میریم برای مجدد من میگم من منتظرم تو اینا چای بخورم. میریم برای ادامه برنامه‌مون و مرینه بخش جذاب برنامه. گزا
غذا آماده کردن، مرینیت کردم، منقل. داریم قاشق آقا چرا آماده نمیشه دیگه؟ The next day. کف کرده میاد الان. میاد این بیاد بالا فومشه. دیگه. آره. حالا اون کف کرده، من تو کف اونی. 2000 years later. دیگه قلای ریزی داره میزنه، این دیگه داره آماده میشه. لحظه شماری دارم میکنم برای آماده شدن این چای محلی. واقعا جاتون خالیه، واقعا آقا زیای کلال بهترین چای هاست بطی. آشپزه بود تو کلاه یارو دختره بود. موش موش سرآشپز. این برای اون در آینده احتمال داره که ما مزرعه گوشت شادرو احتمال داره که یه موش سرآشپز تو بس کمک‌ها به ما اهدا بکنه، اضافی بشه و اینکه این موشه توی موش سرآشپز دستیار شما خودت ماشاءالله. من این پشتم، من میگم چی کار کنیم. شما نمیتونم حالا شما موهاتونو بگیرم. دخترها شیرن مثل شمشیرن، پسرها موشن مثل خرگوشن، هم چیزی میگن دیگه. نه منظورم اینه که من نمیتونم تو موهاتون برم بگم چی کار کنیم، ولی از این پشت میتونم بگم چی کار کنیم. تو موهاتون خب من همینو میگم برای شما موش سرآشپز صدق نمیکنه. بله. چون اونجا لیز میخوره. اینو که میبینید دیگه. الان میخوام یک صحنه زیبا بهتون نشون بدم. اول اصلا خیلی این چقدر خوشگله. شما ترکیب این نور، این حسیر، وای چه خوشگله. کادر رو ببین تو رو خدا. دیوارامون رو تمیز میکنیم با این. با این بهداشت 10 از 10. یه بار دیگه میشه تمیز کنیم. اینجا رو کارو بگیرید. یه بار دیگه تمیز میکنیم. ایده بچا اون یکی دیگر تمیز کن. چقدر منو نادیده میگیری. اون یکی دیگر تمیز. واقعا که. بله. چه خوش رنگه. واو. این لیوان رو تقدیم میکنید به فیلم بردار. واو. این خدمت اگه شما. غیر از این میگفتیم همینجا میرفت. بهداشت ما اینجا 10 از 10 دوستان. من نمیدونم این پارچه دیشب کجا بوده ولی خب تولیدی بوده. تولید چرا تازه آمده؟ زابلیا چی میگن تو اینجور مواقع؟ نه میگن دل خپاکی. آره دقیقاً. چه خوشگله. دل خپاکی. خب آقای مسافر چی بخوره؟ آقای مسافر اینجا چه کار داره بخوره. این معبود دارین این نوشیدنی چای و اینا تو این لیوانا خیلی میچسبه؟ نه. آخه به خاطر دماغه. چون اونایی که مشکل بینی دارن معمولا بهشون نمیچسبه. مگر مهمانی و دعوتی روبا و لکلکه. چه چیزیه شما؟ آی زیایی چشیدید خوب بود یا نه؟ شما چرا منو نادیده میگیرین؟ شما بفرمایید سرد میشه. یعنی چی من هرچی میگم نادیده میگیرین؟ من دیگه اصلا دوربین خاموش به میکنم. به باز وش. اینی که هست. این 2 نفر کلا من رو به سخره میگیرن، اذیتم میکنن. باشد که برای آیندگان این وضعیت درست نیست آقا. این وضعیت زشته. ما بنایی هم میکنیم تو طبیعت که دوبردش کنیم. جیگرک لالا. یعنی اینو انداختین تو دهنه. اما از این بگیرم. این زیر پای آقای زیایی بود. بفرمایید که شما یه طوری خانم مولایی میگی زیر پای آقای زیایی که انگار زیر پای گوریل انگوری بوده. خب خراب شد، نگاش کن بیچاره رو. چی هست؟ این چی هست؟ این تموم. ای بابا آقا چیکار کنیم؟ زندگی والا یه کسی که زندگی می درمون خستگی می منو تنها نگار پلپلی می. اون آهنگی چی بود؟ اون آهنگ کرجی چیه؟ دست چشات دلی شعر یادم رفت تو موهات دست دلی شعر یادم رفت. نمیخواین اول گوشتتون رو درست کنیم؟ تو بگیری رخ بشه اوکی بشه زمان میبره. با ما در یوتیوب همراه باشه. و چقدر زمان میبره؟ بیا اینجا با ما در یوتیوب همراه باشید. با سلام و خسته نباشید. یه دوربین جلوشه. یه بار دیگه تکرار کنیم. ما مردها منو زیر آفتاب میذارین، بعد عینک هم میگیریم، بعد ما مردها اگر هوای همون نداشته ای فلک تا کی کلک. زنهای ما گوهرند، جواهرند، دایمندند. بیا آهنگ میخون. کی فرهاد بود دیگه آهنگ خون. با صدای
بالاخره آتیش گرفت. گفت این چی بود جریان این؟ جریانش تو برقه. دریغ و درد از عمره که در وفایت شد هی، ستم به یاران تا که جفا به عاشق تا چه ای گل یک دم یادم که همچو اشک از چشمت افتادم یا ها ها هی 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 هو 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 هی هی هی